بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت تمام شما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر، امیدوارم که هر کجای باشین تن صحت و سلامت باشید. شما را به برنامه 29 قدرت و حقیقت خوش آمدین میگویم. من هستم با شما عبیدالله سیدی و چند ساعت دیگر در خدمت شما قرار خواهم گرفت و پیرامون چند موضوعی که در اینجا گذاشتم صحبت خواهم کرد. البته دوستان و هموطنان عزیز، برنامه ما بیشترش تحلیلی است. ما کوشش میکنیم که پیرامون موضوعی که میگذاریم عمیقاً صحبت کنیم و تحلیل بکنیم و علاوه بر این ما امکانیت میتیم با بینندگان خود و کسانی که در برنامه ها پیوست میشن فکر نظر خودشان رو بگویند و این چونین میتوانید در نظریات نیز سوال دارید، فکر دارید، نظر دارید بنویسید و کوشش میکنیم که تا قدر امکان آن را در برنامه بخوانیم و موضوع فکر شما و نظر شما را در اینجا ارائه بسازیم. همدان و هموطنان عزیز، در این هفته واقعات خیلی زیاد رخ داد که اخبارها می شود ساعتها راجع به اونها حرف زد و هر هفته در تاجیکستان متاسفانه واقعه‌های رخ می‌دهد که برای اکثر آنها حرف زدن وقت و فرصت پیدا نمی شود. اما امروز تصمیم داریم در چند موضوع خیلی خورد صحبت کنیم، ولی یکی از موضوعهای اساسی که ما اینجا انتخاب کردیم این موضوع ترس هراسی است که در تاجیکستان به وقوع پیوسته است که این را ما موردی بررسی و تحلیل قرار میدیم که چرا مردم تاجیکستان از حکومت امالی رحمانوف هراس دارند، ترس دارند و یا اینکه این هراس و ترس واقعیت دارد یا نه. در این موضوع صحبت خواهیم کرد و بعد از این ما چند نکته رو به همین موضوع میپیوندانیم، از جمله مسئله مهاجران مهنتی که مشکلاتشون در هفته خیلی زیاد به وقوع پیوست و دوم مسئله که به همین موضوع میپیوندیم این مسئله مشکلات داخلی وطن است که از بی آبی و بی برقی مردم در چی مشکل هستند و اساسهای همین موضوع رو در بر میگیره، زیرا ترس و هراس عاقبتش به این نکته میرسونه. مسئله دیگری که ما در این برنامه صحبت خواهیم کرد موضوع روابط چین و تاجیکستان است که سرمایه گذاری خیلی زیادی در چند سال اخیر انجام داده شده است و این سرمایه گذاری تا کجا به نفع مردم تاجیکستان حل کرده می شود یا حل می شود و یا اینکه تا کجا به ضرری ما انجام داده می شود، در این موضوع صحبت میکنیم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، در موضوع آخری که ما اینجا قصد داریم صحبت کنیم مسئله سفری صابر جباروف پرزیدنت قرقیزستان به تاجیکستان است که در همین هفته صورت گرفت. ما کوشش میکنیم که در طور یک موضوع آخری که صحبت خواهیم کرد در همین موضوع باشد و چند نکته را راجع به این مسئله ها و مشکلات های لبی مرزی که به میان آمد صحبت خواهیم کرد. دوستان و هموطنان عزیز، شما نیز میتوانید پیوست شید و در این موضوعی که ما در بالای اسم گرفتیم و نام گرفتیم فکر نظر خودتون رو داشته باشید و صحبت کنید و اگر که در جای ما اشتباه کردیم ما رو اصلاح کنید و در جایی که ما کمبود داریم کمبودی ما رو اصلاح کنید. در جای سوال داشتید میتونید سوال کنید و تا قدر توانایی بتوانیم به سوال های شما پاسخ بدیم. خب برمیگردیم به موضوع اولی که انتخاب کردیم. دوستان و هموطنان عزیز، در این هفته مشکلات به میان آمد که ما تصمیم گرفتیم کلا موضوع ترس و هراس رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. چرا مردم ما امروز در تاجیکستان با هر معانی از حکومت امروزه میترسن؟ چرا باید پلیس مورد یعنی آزار مردم قرار بگیرد؟ چرا پلیس مردم رو تا اون درجه رو باید برساند که مردم از یک ملیسه، از یک کارمند دولتی ترس هراس داشته باشد؟ و علاوه بر این چرا باید تو این درجه را در جامعه ما یعنی دخورگی وجود داشته باشد که کارمند مقامات از کارمند عادی دیگر و کارمند حکومت از کارمندی که یک انسان در یک شرکت خصوصی کار میکند فرقیت داشته باشد؟ چرا باید مردم در چشم کارمندان دولتی همچون یک خادم، خدمتگزار، کسی که میتواند به اونها خدمت بکند این را نبینن، برعکس دیگر را ببینن، مثلا یک دشمن، یک کسی که در مقابل تو میبراید مثلا حرفای بد میزنه، این نفرها رو ببینن. به همین خاطر من در این موضوع تصمیم گرفتم که بیشتر عمیقا صحبت کنیم. حالا دوستان گرامی و هموطنان عزیز، ما میدونیم که حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف از سال 1992 اینجانب در سر حاکمیت است و از اون زمان تا این جانب به زوری و پشتیبانی حکومت‌های خارجی قدرت رو نگاه می‌دارد و مشورت‌هایی می‌کند از همون زمان تا امروز بالای مردم ظلم می‌کند. ما اگر که نگاه کنیم سال 1992 وقتی که
تظاهرات ها در میدان شهیدان زیاد شد در تاجیکستان و مردم خواستن یک انقلاب مردمی را انجام بدهند و در اونجا حکومت کمونیستی که موجود بود به استعفا روان کنند و یک حکومت مردمی به میان بیارد که البته در رأس این حکومت مردمی واقعا کسانی بودند که خب اسلامگرا بودند، دیندار بودند، ملا بودند و امثال این و اونها پیروز هم شدند تا جای توانستند تظاهرات بکنند، تا جای توانستند فکر نظر خود را بیان بدارند و حکومت ها را مجبور کنند که به استعفا برند. ولی متاسفانه این مسئله اونقدر عمیق شد که بعضی از کشورهای ابرقدرت از جمله روسیه وارد میدان شد و در مابین تاجیکان فتنه را کارید و نفرای خود را آورد که بین این مبارزان، بین این تظاهرات کنندگان اختلاف به میان آمد و دو قلگی در جمهوری تاجیکستان بین مردم به میان آمد، یکی اسلامگراها، یکی به اسم دموکرات خواه و بین این دو قلگی به میان آمده حکومت روسیه از اینها استفاده بود و بین اینها جنگ را انداخت و از مابین میدان این طرف یک نفر را کش و از اون طرف یک نفر را کش و بین اینها یک زد و خورد جنگ شهروندی را به میان آمد که دیگر این طرف رو میدونیم که در 5 سال جنگ شهروندی 150,000 نفر بال به شماره که حساب نشده از حال دقیقا میتواند بیشتر باشد، یعنی 150,000 نفر کشته شد، ولی میتواند این تعداد بیشتر باشد و کی نفر چند نفر رو کشته است میتونه یک تحقیقات گذرانده شود، در اساس اون تحقیقات معین کرده می شود که کدام طرف که چند نفر رو کشته است. اما حکومت امروزه تا امروز این کار انجام نمیتواند، توانایی را دارد و میتواند که عین حال هم معین مشخص کنند که چند نفر در این جنگ شهروندی کشته شده است و کیها اینها را کشتن و کدوم جبهه ها در کشته شدن این شهروندان دست داشتن. اما چون با ایده های بیشتری از همون مخالفان اون طرف معین مشخص است که حکومت امالی رحمانوف بیشتری مردم را با فرات خلقی کشته است و از این سبب نمیگذارد که این تحقیقات صورت بگیرد و معین کرده شود که چند نفر و در کجا و چگونه کشته شد. حالا همکاران و هموطنان عزیز، در این میدان همونطوری که میدونیم فرانت خلقی دستهای زیاد داشت و کوشش‌های زیادی میکرد که هر کسی که با دیندار است که مردم تاجیکستان بیشترش دیندار هستند تلاش بکند، کوشش کند که اینها را از میدان بیرون کند، به قتل برساند و هر کسی که اندکی در جایی میتوانست حرف از دین میزند او رو به قتل میرساند، با او ظلم میکرد، ستم میکرد و در طرف دیگر هم همین طرف یک سراینده، یک موسیقی سرا از جانب بعضی از خب دیگه حزب‌های مخالف به قتل رسانیده میشدن. شاید حالا اینجا بازی بود، کسی پشت کسی را خالی میگذاشت و میخواست کسی دیگر را سیاه بکند. حالا این را وقت نشان میده از زمانی که حکومت در دست مردم خورد و وقت معین میکند. اما این واقعه ها به میان بود. از همین جا بود که امالی رحمانوف در یک فیرما مدیر بود، در اون فیرما کار میکرد، قد بلند داشت و بعداً به سنگک سفروف، امین امالی رحمانوف که گبگیرک بود، بچه خوب بود، هر چیش میگفتن دویده اجرا میکرد و به سنگک سفروف خوش میآید و سنگک سفروف او را به اسلام کریموف پیشنهاد میکند و اسلام کریموف او را کمک میکند و امالی رحمانوف همچون خب اول در کولا و بعداً برمیگرده در این طرف میآید در دوشنبه. خب رهبریتش رو ادامه میدهد و با کمک ازبکستان و روسیه به سر قدرت پیدا میشه. و همون اول وقتی که پایتخت تاجیکستان در دست مخالفا بود، اینا از طریق ازبکستان وارد دوشنبه میشوند و در دوشنبه خونریزی زیاد میکنند و بیشتر اغلب مردم رو به قتل میرسانند و حکومت را زیر نظارت خود میگیرند و از این طریق معلوم میشد یعنی به خون به سر قدرت میرسد و خون رو میگیرد و این باعث می شود که بعضی از انسان ها یعنی از حکومت امالی رحمانوف تا امروز بترسن، یعنی به خون اومدن، همین شعاری که به خون اومدن به خون میرن. یکی از سببایی که ترس در دل مردم جای دارد این مسئله کشتن امالی رحمانوف و دست داشتن امالی رحمانوف در قتل و کشتار مردم. مسئله دومی که میتواند بسیار عمیق باشد مسئله فشار و تعقیبات در بعد از صلح است. ما در بعد از صلح دیدیم که همه یکدیگر را بخشیدن و باید هم که هیچ مشکلی به میان نمی اومد، ولی ما دیدیم که بعد از صلح قتل های گوناگون یعنی جنگ
آشکار از بین برده شد، ولی جنگ سر در تاجیکستان به میان آمد و کشتارها هر روز زیاد میشد. زندان کردن، تهمت زدن، کشتن، زدن، فشار آوردن. حالا ما میدونیم هزارها روزنامه‌نگار، حزب‌های مخالف، راهبر، معاوناش لطکوب شدند. محمد علی حییتوف یکی از معاونان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان تقریبا با درجه مرگ زده شده بود و چهره‌های عکسایش هم هست، میتونید این عکس‌ها رو هم پیدا کنید. سیف الله زاده روزنامه‌نگار نجات و یکی از روزنامه‌نگارای مشهوری تاجیکستان لطکوب کرده شد. و علاوه بر این دودوجان عطاولیف در روسیه مورد حمله قرار گرفت و سپس عمر علی قواتوف بارها مورد حمله قرار گرفت و سپس در سال 2015 در کشور ترکیه به قتل رسانیده شد و هزارها زندانی و کشتن، قتل، کشتار زیاد شد و این باعث گشت که متاسفانه یعنی همین اساس‌هایی که ما گفتیم یعنی میتواند ترس هراس مردم را شکار کنه، زیاد کنه. یعنی تا اون درجه ترس هراس زیاد شده است که امروز کوچکترین چیز در جامعه به مردم ترس ایجاد میکنه. ببینید بعد از اون که حزب‌های مخالف، حرکت‌های سیاسی و اینها را همه را از بین بردن، ممنوع کردن، ترس هراس رو در دل مردم جوی کردن شروع کردن بر روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی و کسانی که حد امکان اندک توانایی در راه مبارزه را استودن داشتند، به مانند دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوق بیسک سید امینی، عبدالستار پیر محمد زاده و ده‌های روزنامه‌نگارای دیگری که اندک قلم داشتند و میتوانستند استودگی کنند و به اصطلاح بلاگری رو به دست گرفته بودن و میخواستن در شبکه‌های اجتماعی بلاگری کنن و زیاد فعالیت معمولی و اجتماعی داشته باشند و اینها در روند همین مبارزه حکومت به ضد مردم دستگیر کرده شدن و پشت پنجره برده شدن. حالا دلیر امامعلی با تقریبا 9 سال زندان محکوم کرده شد و عبدالله غربتی را نیز پیر محمد زاده و سید امینی به اصطلاح مقامات حالا 8 سال یا 7 سال زندان محکوم کرده شده. و بعد از اون که این مسئله به میان آمد البته ترس هراس اونقدر زیاد شد که امروز تمام مردم از همین مقامات میترسد. حالا هر کسی که اندازه ذره در مقابل همین مقامات حرف میزند او رو چیکار میکنن؟ دستگیر میکنن، لطکوب میکنن، میبرن پشت پنجره میشونن. حتی تا اون درجه سطح ترس هراس در جامعه ما زیاد شده است که یک انسان میتواند در اروپا زندگی کند، آزادانه هر کار میخواهد در اینجا انجام بدهد، ولی وقتی که به وطن میرود از وطن میترسد و در مقابل هیچ نفر هیچ کار انجام دادن نمیتونه. ولی در امریکا، در اروپا، در روسیه تمام کارها را دست میزند، بلاگری میکند، دخترای مردم غم میتند، پلیس هم میرود غم میتند، اذیت میکند، میرود در پیش پلیس نماز میخواند، هزارها مشکل ایجاد میکنند، هیچ کس با حرفی نمیزند. ولی همین کار در داخل تاجیکستان انجام داده میشود. با او چیکار میکنند؟ اتهام وارد میکنند، با او تهمت میزنند، با او پرونده باز میکنند، میبرند زندانش میکنند. حتی اگر در خارج کشور هم نیست اندک تنقید کرده در مقابل همین مقامات، در مقابل ملیسای تاجیکستان، فردا به سر خانت هم میان میره. یکی از نمونه‌های مثالش بیاید یک نوار چند روز پیش به شوخی و هزل در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که این مسئله بسیار وابسته عمیق دارد به برنامه ما. اگر که ما هفته بعدی مشکل داشتم که نمیشد ویدیوها را به نشر گذاشت، ولی این هفته هم کوشش میکنم اگر مشکل داشت با من خبر کنید. خب این یکی از نوارهایی است که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدگی است. اگر شما بدونید به اسم شهرام، در پخش مستقیم این بچه که میبینید بچه‌های زیاد در داخل تاجیکستان هستند و این نفر در امریکا زندگی میکند و بسیار در امریکا مسخره بازی میکند، تمامی کارهای غیر اخلاقی که هست انجام میدهد و نوار میگیرد، بلاگری میکند. خب دیگه زندگیش از روی همون پیش میبرد، شاید به خوبی به شوخی به این درجه پیش میرود. حالا کارش به مقامات تاجیکستان نیست، ولی در امریکا هر کاری میگه میخواد میکند، شوخی میکند، گاه وقت حقارت هم میکند که دور از اخلاق است، ولی هر کاری میخواد انجام میدهد. یگان مقام امریکایی به این هیچ گپی نمیگوید و این حتی از همون مقام‌های امریکایی ترس هراس هم ندارد. هر کاری که میخواد انجام میده چون میدوند که آزادی وجود دارد و برای او هیچ چیز تهدید نمیکند. بیا ببینید که در مسئله مقامات تاجیکستان چی میگوید. اگرچه این مسئله شوخی است، این نفر شوخی کرده بود در این پخش مستقیمش، ولی به حقیقت تاجیکستان ربط دارد. اگر آواز نباشد برادران مرا خبر کنید چون میتواند مشکل آواز باشد.
میگه امریکا جوری کردیسی من در دوشنبه رم بیام من والله بالله قسم از امجون تو قای الله میترسم ای حکومت تاجیکستان دیگه یگان کس نمیترسم را نمیتونی جور و تو حتی قای ملیسای تاجیکستان میترسم تو تا آخر رحمه الله چینا سخت گرفته شما دیدید میگه که من تنها از الله میترسم و از ملیسای تاجیکستان میترسم. مال توجه صدو در شما را من ایران نمیدونم و میگه من در امریکا تمام کار میکنم. مردم سوالش دادن که تو نمیترسم؟ میگه که من تنها از الله میترسم و از ملیسای تاجیکستان، از حکومت تاجیکستان. در برابر ترس از الله علاوه میکنه ترس کی را؟ ترس ملیسای تاجیکستان. یعنی سطحی هراس از حکومت تا اون درجه زیاد شده است که این نفر در امریکا زندگی میکند، میدونه که در امریکا هیچ خطری به تهدید نمیکند، میتونه در مقابل حکومت تاجیکستان هر حرفی هم بزند، نسبت او پرونده باز نمیکنن، کار نمیکنن، زندانش نمیکنن. ولی ترس هراسی که برمیگردد به تاجیکستان او را زندان میکنن، ترس هراسی که او را شکنجه میکنن، ترس هراسی که او را خانواده‌اش را اذیت میکنن، چیکار میکند؟ سری راهش را میگیرد و میگه که نه، من از پروردگار از الله میترسم و از کی میترسم؟ از حکومت تاجیکستان. و بعدن قگ میسد میخندن میگه از ملیسا. حتی واکنش همین بچه‌ها را ببینید، وقتی میگه از ملیسا میترسم، همین بچه‌هایی که در همین اطراف شدگن همینا را ملکه میترسن وقتی اسم حکومت هم میگیرم ملیسا را با اندازه میخنده. پیشنهاد که هم خنده، حتی خنده با همه چیز نتوه که اگر خنده هم تو چیکار کرد امکان داره که فردا ما رو ببرن زندان کنن. وقتی که ما میگیم که ترس هراس حقیقت داره و واقعا مردم از امروز از حکومت میترسن، این مسئله است که خود مردمی را آشکار میکنن. خود مقامات اونقدر فشار آوردن که اونقدر سخت گرفتن که جوانان حتی حق حرف زدن ندارن، حق گفتن یک چیز بیان کردن او را ندارن. یک نقطه رو امروز حرف میزنی فردا به در خونت میرود. نیمی تاجیکستان را امروز بس کردن. نیمی تاجیکستان امروز حکومت تاجیکستان یک حکومت چی دیگه است، امنیتی چیز دیگه است. در یک خانواده 3 نفر باشه، یک نفر هم را بس کرده. در یک محله 4 تا جوان باشد، 3 تا هم را بس کرده. اون روز با یک برادر صحبت کردم که تاجیکستان امروز 50% بس شدگی، 50 نفر 50% برای 50% دیگه کوشش میکنن 50% دیگه را بران زندان کنن. یعنی تو اون درجه را داخل وطن ما امنیتیش است که 50 تا 50 دیگه از 50 نفر 50 از اگر 100 نفر در تاجیکستان زندگی کنند، 50 نفرش کارمند مقامات پشت پردهش دیگه است که این 50 نفر دیگه را چیکار کنه؟ کنترل کنه، برای زندان بکنه. به همین اساس است که یگان کار کردن نمیشود. در دوران شوروی با این قدر سختگیری هیچ کس نمیتوانست طرف ما دست درازی کند، نمیتوانست درس قرآن ما را ممنوع کند. زیر پدول ها تمامی ملا و چیا درس میدادن و هیچ مشکلی ایجاد نمیشد. و ما میدیدیم که مسجدهای ما باز بودن، مردم نماز میخوان و میدونیم که حجاب معنی نبود و میدیدیم که روسری معنی نبود. میدونستیم در مکتب‌ها با زبان خودمون صحبت کنیم و مشکلی ایجاد نمیشد. ولی با این حکومتی که گویا که خودمون است، ما را میگن که ما خودکش بیگانه پروریم، ما را خودی ها کشته شدن. همین حکومت امامعلی رحمانوف که از تاجیکستان است، بسر ما را همین خودی ها زوری کردن. این خودی ها فرهنگ ما را، ناموس ما را، اعتبار ما را، توانایی ما را از بین برده شدن. وگرنه یک جوان در امریکا نشسته چرا از حکومت باید بترسد؟ کجا ترس هراس وجود دارد؟ خب کارت رو کردن رفتن بگی، در جای لازم باشه تنقید کو، در جای لازم باشه گفتن رفتن بگی. چرا باید از مقامات تاجیکستان در امریکا بترسی؟ بیاید همین مسئله را من از دیگر بخش برای شما برسونم. ببینید این اخباری است که در اینجا نشر شده است. همونطور که شما میبینید در این اخبار کسانی که از حکومت نترسیدن با اونها چی شد. یعنی این مسئله را من آوردم که شما همونطور که میبینید اینجا روزنامه‌نگار ذوق‌بک سید امینی است و پیر محمدزاده عبدالستار. این دو روزنامه‌نگار را شما میشناسید. پیر محمدزاده را شما خوبا میشناسید، کسی که یک مراجعت کرده بود به حکومت تاجیکستان که بسیار سر صدای زیادی رو بلند کرده بود. هر این نفرها در تلویزیون دولتی نیز کار کردگان. اینش در رادیوی دولتی کار کردگی است. پیر محمدزاده و سید امینی نیز در تلویزیون دولتی کار کردگی است.
برنامه‌های سید امینی در مسئله تروریست و در مقابل تروریسم خیلی در اینترنت پربیننده ترین بودن. بسیار مبارزه می‌برد. فیلم‌های خیلی زیادی را ثبت کرده است که در مقابل تروریسم است. بعداً با بلاگری بعد از که از تلویزیون به مسئله که انتقاد می‌کردن بیرون شو کردن، با بلاگری پیوستن. شما ویدیوهای پیر محمد زاده را در یاد دارید که ویدیوهای تربیوی هر روز جمعه یک ویدیوی تربیوی نشر میکرد و مردم از او بهره میگرفتند. سید امینی نیز با اکسپریمنت های خود که در قدای کوچه دوشنبه انجام میداد، مادر فرزند را غم میکرد، فرزند مادر را غم میکرد، هزارها ویدیوهای تربیوی میکردن انجام میدادند. یادتون هست ذوق‌بک سید امینی مغازه باز کرده بود، مغازه کودکی با چندین نفر را هر روز خیر میکرد و فراموش کردین این مسائل را. شما وقتی که این مسائل را فراموش کنید بدانید که پروردگار شما را روزی می شود که فراموش میکند که مظلومین را فراموش کردید. حالا ببینید که این نفرها وقتی نترسیدن در مقابل تمام زورگویی ایستادن و حرف آزاد و آشکار در تاجیکستان زدن نسبتشون چی شد؟ یکی بیمار شده او، دیگر در شیزو. دیگر از بازداشت ذوق‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده 3 سال گذشت. یکی را چیکار کرده؟ بیمار شده است و دیگرش در کجا است؟ در شیزو. شیزو در کجا است؟ در اون جایی که گویا که تو جرم میکنی و تو رو میبرن در اونجا محکم میکنن و چند ماه را یا چند روز را نگاه میدارن. بیایید این مسئله را از رادیو آزیا پلوس بخونیم. از بازداشت و بعد روان زندان شدن ذوق‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده 2 روزنامه‌نگار تاجیک 3 سال پر میشود. حالا یکی از آنها در حجره جریموی زندان یعنی شیزو است و دیگری از بیماری عصب و درد چشم و ستون مهره در زندان رنج میکشد. با گذشت 3 سال پیوندان آنها از روزگار کنونی خود و حال روزنامه‌نگاران محکوم شده بعضی پیلوس نقل کرده. ذوق‌بک سید امینی روز 8 ایول سال 2022 و عبدالستار پیر محمد زاده روز 9 ایول سال 2022 بازداشت شدند. پس از تقریبا 5 ماه بازداشت و گذشتن معرفی دادگاهی هر یکی این روزنامه‌نگار به 7 سال زندان محکوم شدند. حالا ذوق‌بک سید امینی در زندان معروف یکم سویتسک شهر دوشنبه و عبدالستار پیر محمد زاده در زندان شهر خوجند ادای جزا میکنه. 5 ماه باز عبدالستار خبری نیست. ببینید عبدالستار پیر محمد زاده این نفر است. این نفر نورانی که همونطور که گفتم هر روز جمعه بعد از نماز جمعه یک نوار را انجام میداد یا که پیش از نماز جمعه و مردم تاجیکستان را با حرفای نیک خود چکار میکرد؟ تربیه میکرد و بر راه روشن و بر راه راست روان میساخت. هر روز جمعه یک نوار تربیوی انجام میداد و زیاد صدای مظلومین بود. وقتی دلیر امام علی را دستگیر کردن اولین شده چکار کرد؟ برای برادرش به در خانه برادرش رفت فرزند او را چکار کرد؟ سرش را مالید و گفت که پدر تو تنها نیست. حکومت این اتحادیه این سرجمعی و این ناترسی را دید، چکار کرد؟ آمد اینا را هر اینا یعنی اینا 2 نفره رفته بودن هر اینا را دستگیر کرد. یادتون باشد این مسئله ها که فردا کسی که میآید در خانه شما میخواد فرزند شما را روحیه بردارد، دیگر پدری تو گناه ندارد، پدری تو تنها نیست، ما در کنار فرزندی تو هستیم، در کنار پدری تو هستیم، چیکار میکنن؟ بازم دستگیر میکنن و پشت پنجره میبرن. این مسئله ها را فراموش نکنید. برای چی میگم که باید اتحاد سرجمعی موجود باشد به این مسئله؟ خب اکنون 5 ماه میشود عبدالستار خبر نیست که در کجا قرار دارد. عبدالکریم پیر محمد زاده دادر عبدالستار پیر محمد زاده به از پیروز گفت که از ماهی مرد به این سو از برادرش خبر ندارد. به قول او پیوندانش چند مرتبه به زندان خوجند رفتند ولی با عبدالستار پیر محمد زاده ملاقات کردن نتوانستند. ماهی مرد همین سال در روابطه به عفو چند کمیسیه به زندان رفته با محبوسان و وامی خوردند و روی خط آنها را که عفو می شوند ترتیب میدادند. برادرم با کمیسیه میگوید که من بیگناهم، چرا نامی مرا بر روی خط آزاد شده ها وارد نمی کنید؟ این مسئله رو خوب دقت بدید. عبدالستار پیر محمد زاده میگوید که به همینو که به همین کمیسیه که
من به گناهم، چرا نام مرا در روی خط آزاد شده ها وارد نمی کنید؟ کمیسیون چیزی نمیگوید، ولی بعد رفتن آنها مسئولین زندان برادرم را جزا میدهند. چنان آگاه شدیم حالا در حجره کمیره جریموی یعنی شیزا است. چند بار همسر و فرزندانش به خوجند رفتند ولی دیدن نتوانستند. از همه وقت به این سو زنگ هم نزده است. یعنی ببین از همان وقت و الان به خونهشان زنگ نزده است. ما از وضع سلامتیش خواطر هستیم گفته است برادرش. حتی تو اون درجه را سخت خفیدن که وقتی که کمیسیون میآید میگوید که اسمی کسایی که عفو میشوند مینویسد، میگه که اسمی مرا بنویسید پیر محمد زاده، حرف نمیزنند و بعدا کارمندان زندان چیکار میکنن؟ میبرنش به شیجا. با شیجا کجاست؟ اونجایی که تو را چیکار میکنن؟ در یک اتاق علاهیده نگاه میکنن و تو را جریمه میکنن و اونجایی که تو در آزار و اذیت در بالای بتون سرد در یک جای بو میگیرد، در یک جای بو میکند و آخر با کسل سیفلیس یا که کسل های گوناگون گرفتار میشوی، بعد آزاد میکنن از اونجا. مگر یگان وقتی که ما میگیم که در امروزه فضای جهانی حقوق بشر موجود است، در اینجا نظارت فلان کمیسیون فلان نهادها موجود است و هیچ نفر هیچ حرفی نداره. فکر میکنید که اینها دست میآورند؟ ما هزارها بار در تمام منبرهای بلند این مسئله ها را بیان کردیم و هیچ نفری به داد اینا نمیرسد مگر خود این مردم تاجیکستان اتحاد شوند و این ظلم را از بین ببرند و این مظلومین رو چیکار کنن؟ آزاد بکنن. هیچ نفر دیگه ای برای ما نمیاد کمک بکنه، هیچ نفر نمیاد خونه ما رو آزاد بکنه، هیچ نفر نمیاد پیر محمد زاده را از زندان آزاد کنه. کی میاد پیر محمد زاده را از زندان آزاد میکنه غیر من و تو؟ آخه این ترس اگر همین گونه ادامه بیاود هیچ نفر نمیاد ما رو آزاد کند، هیچ نفر نمیاد پیر محمد زاده را آزاد کند. کی میاد پیر محمد زاده را آزاد کنه غیر من و تو؟ یا میخواهی که مثلا مثل یک کشور دیگر یک نفر دیگر بیاید، یک کشور دیگر بیاید بمباران کنه؟ همین را منتظر هستی که یک کشور دیگر بیاد بالای تا دوشنبه بمباران کنه و هزارها نفر بکشه بعد حکومت امامی رحمان فضل بین ببره؟ همین را میخواهی؟ مگر تجاوز به خاک خودت را میخواهی؟ خب امروز وقتش است که بخوای بخزی حکومت را خودت بسازی. پس لطفا خواهش میکنیم در چنین مسائل ها بیایید اتحاد شیم، سرجم شیم و حرف بزنید. با گفته برادر پیر محمد زاده، زن و فرزند عبدالستار پیر محمد زاده حالا در وحدت در خانه‌ای که روزنامه‌نگار چند سال پیش بنیاد کرده بود حالا کاملا آباد نشده از زندگی دارد. او گفت که همه برادران روزنامه‌نگار با پیوندان او کمک می‌رسانند و شرایط زندگیش را به طوری باید و شاید تأمین می‌کند. زن و فرزند عبدالستار از چیزی که کمی ندارند تنها خود عبدالستار نمی‌رسد و فرزندان او پدر نمیرسد، به عائله او تکیهگاه نمیرسد. گفت عبدالکریم پیر محمد زاده. سلامتی ذوقی بک سیدمینی خوب نیست. ببینید دوستان گرامی، مسئله که ما بیان کردیم، مسئله شیزا وارد کردن این نفران عاقبتش این گونه، یعنی مسخره کردن کسانی که حرف از آزادی، حرف از نیرومندی، حرف از آینده این ملت، حرف برای امید این ملت زدن این گونه است که تو اگر امروز آمدی از این ملت حرف زدی، برای آبادی و آسایشتگی این ملت حرف زدی، تو را چیکار میکنن؟ به این مسئله ها روبرو میکنن، سلامتیت رو از بین میبرن، آبرو، نیرو، شأن و شرفت رو از بین میبرن، اون قدر تو را ترسو و هراس میکنن که از زندان برآمدی دیگر امید برای آزادی این ملت، امیدی برای آینده این ملت و این کشور نداشته باشی. دستی کسی را دیگر کمک کردن نخواهی. چرا؟ چون میگوی من 9 سال 10 سال در زندان ششتم و این ملت از پشت من نخیز، چرا باید من برای این ملت حرف بزنم؟ پس باید اینجا جوانان، نیرومندان و کسانی که توانایی ایستادگی رو دارند باید اینها بر بخیزن. هیچ نفر دیگر بر نمیخیزد مگر جوانان. به امیدی کسانی که 70 سال 60 سال 50 سال دارن نکنه دیگه اونها نمیخیزن. ما باید بر بخیزیم. ما جوانا نیرویی داریم که میتوانیم آزادی را در تاجیکستان به میان بیاریم و فراهم بسازیم. سلامتی ذوقی بک سید امینی خوب نیست.
مغفرت خدای نظر و همسر سوقیبک سید امینی در صحبت با آسیا پیلوس از وضعیت سلامتی روزنامه‌نگار اظهار نگرانی کرد. به قول او سید امینی پس از زندان شدن با بیماری عصب گرفتار شده است و یک ماه اخیر از درد چشم عذاب میکشد. آنها تخمینا هر 3 ماه در زندان با همدیگر و میخورند و هر هفته روزنامه‌نگار با پیوندانش تلفنی گفتگو میکنند. باری اخیر که 27 ایون زن و شوهر در زندان ملاقات داشتند و روزنامه‌نگار از درد چشم و ستون مهره شکایت کرده است. دارو دادیم بردیم میخورن گفتن که به نزدیک کماد دکتری چشم هم رفته معالجه کردن، حالتش آنقدر خوب نیست. به نگرانی ابراز داشت مغفرت خدای نظر آورد. همچنین او گفت که چند وقت دست سید امینی از درد ستون مهره رنج میکشد. در این مدت از درد او ستون مهره تبابت گرفته است، اما حالا آن باز خروج کرده است. عائله زوقیبک سید امینی در دوشنبه زندگی میکند و به قول همسر روزنامه‌نگار شرایط زندگیش بد نیست. با آنها برادر زوقیبک سید امینی و خودش کمک مالی و معنوی میرسانند، ولی عدم سرپرستی خانواده سخت حس می شود. بچه های کلان شدن امسال باز یک دخترچه هم مکتب رو می شود. دومین فرزند ما که او را زوقیبک به مکتب نمی برد. در واقعه های خاطرمان بچه های نبودنی زوقیبک برای ما دشوار است، میگوید مغفرت خود نظر آورد. پیوندان زوقیبک سید امینی امید دارند که روز روزنامه‌نگار ناگهان به خانه برمیگردد. یعنی با امید چی اند؟ با امید عوف، با امید اونی که ملت تاجیک، مردم تاجیکستان برمیخیزن و میآیند این خانواده را از این غربت و از این دوری پدر نجات میدهد. شما خوشحالی مردم سوریه را فراموش کردید وقتی که دیدید که مردم سوریه بعد از آزاد شدنی بعد از انقلاب شدن درهای زندان را شکستند و چگونه پدران و مادران از آزاد شدن فرزندان خوشحالی کردند. به خاطر خوشحال شدن چنین فرزندان، به خاطر خوشحال شدن چنین مادران باید ما بر بخیزیم و والله قسم اون خوشحالی را به هزار چی ما باید تقسیم نکنیم. اون خوشحالی واقعا خوشحالی است که باید ملت کاملا او را بچشد. اون خوشحالی را مطمئن باشید که ما و اجتماع اگر بر بخیزیم این حکومت از بین بردن چیزی نیست. حکومت اشر بسد چند سال داشت و چگونه از بین رفت، در چند روز از بین رفت. شما دیدید که وقتی که مجاهدین و مبارزین به میدان برآمدن در سوریه 2 هفته این حکومت را سرنگون کردند. کاملا 1 هفته و چند روز طول کشید که این حکومت از بین بره و چقدر خوشحالی به میان آمد. مردی که زیاده از 30 سال میشه در این زندان نشسته بود، به خاطر بمباران نکردن ملت خودش از زندان آزاد شد و دیدید که چگونه او را با قدردانی مردم پیشواز گرفتند که تو روز این ملت را بمباران نکردی، روز این ملت را نکشتی، امروز جایگاه خاصی در این ملت خواهی داشت و او را به میدان برآوردن و اون قدر احترامی خاصی برای او قائل شدند. و ما باید امروز بر بخیزیم و اگر در این راه شهید شدیم از پروردگار اجرش را خواهیم دید و اگر پیروز شدیم مطمئن باشید که در روز پیروزی ملت از ما قدردانی خواهد کرد و بدانید که این کسانی که برای این ملت رفتن زندان شدن روز ما باید قدردانی کنیم. ما بر بخیزیم، اگر پیروز شدیم قدردانی کنیم، اگر پیروز نشدیم شکست خوردیم باز فرزندان ما برمیخیزن، باز هم این انقلاب یک روز نه یک روز میشود و اگر ما اینو بخوایم یا نخواهیم و چیکار میکنن آینده قدرشناسی باقی خواهد ماند و کسی که برای این ملت برخیز جان داد جانش را سپری داد مطمئن باشید که قدردانی میشود یک روز. پس نباید ما ناامید شویم، باید بر بخیزیم و ترس هراس را دور کنیم. خبرهای عفو شدن محبوسان طریق تلویزیون میدیدم.
مردها از زندان برآمده فرزندان خود را به آغوش می گرفتند. دخترچه هایم از این صحنه دیده خرسند شدند. خوراک آماده بود ولی نخوردند. هر دو گفتند که انتظار می شود آتام آیند و آن کس می خوریم. وقتی می رفت دخترها زنگ در را انتظار بودند. کسی در را نمی کوفت. بعدی ناامید شدند. اینانی که گریه را سر کردند. نمی توانستم دخترچه‌ام را آرام کنم. گفته است همسر ذوقی بیگ سیدامیری. شما ببینید چقدر به ناز این مادر صحبت می‌کند. میگه که فرزندان من وقتی که از صحنه تلویزیون دیدن که زندانیان از زندان میبرایند و دخترچه‌های خود را آغوش میکنند و مادرهای خود را آغوش میکنند، فرزندان من دیگر غذا آماده بود و غذایشان را نخوردند. منتظر بودن که عین حال در تق تق می شود و پدر ما می آید و ما با پدرمان در سر میز غذا می خوریم. این صحنه باید صحنه‌ای باشد که نگران کننده کل ملت تاجیکستان باشد. چگونه ما می توانیم چون این صحنه ها را ببینیم، بشنویم، بخوانیم ولی اهمیت ندهیم؟ فکر میکنید ذوقی بیگ سیدامینی برای پدر مادرش عزیز نبود؟ برای فرزندایش عزیز نبود؟ برای همسرش عزیز نبود؟ یا که برای ذوقی بیگ سیدامینی فرزندایش عزیز نبودند، مادرش عزیز نبود، همسرش عزیز نبود، برادرانش و آزادی عزیز نبود؟ فکر میکنید برای اینها این چیز عزیز نبود مگر؟ برای سیدامینی این چیزها مگر ارزش نداشت؟ و چرا او ایستاد برای این ملت؟ چرا ایستادگی کرد؟ چرا مبارزه بود؟ چرا خواست که شما آزاد شوید؟ چرا حرف عدالت را، آزادی را، امید را برای این ملت بخشید؟ او نمیدانست که مگر اگر این کار خطر دارد؟ میدانست؟ نمیدانست که این ترس دارد؟ نمیترسید؟ میترسید. ولی غرور، انسان، وجدان به او اذیت کرد و او گفت که نه، باید ایستم و مبارزه ببرم، این ملت این مظلوم را از این بحران نجات بدهم و برای این ملت امید میبخشید. او میگوید که بچه‌ها نبودن پدر را سخت احساس میکنند و زیاد عذاب میکشند. سوالی هر روزهشان این است که آتم کی خانه میآیند. سوالی که خدای نظر آن نمیتواند روشن نماید. ببینید ذوقی بیگ سیدامینی کیست و چرا زندان شد؟ ذوقی بیگ سیدامینی در شهر راغون تولد شده است و پدری 5 فرزند است. ختم کرده فاکولته ژورنالیستی دانشگاه ملی تاجیکستان است. او مدت در رسانه‌های خصوصی چون تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان و نشریه امروز نیوز فعالیت کرده و بعداً به تلویزیون دولتی، شما اینجا به تلویزیون دولتی به کار رفت. پس از چند مدت فعالیت در تلویزیون دولتی او کار را در این درگاه ترک کرده طور خودش میگو به تجارت مشغول شد. در برابر این او در یک شرکت ساختمانی هم به حیث راننده کران نیز مدت کار کرد. اما او هیچگاه از فعالیت اجتماعی و بیان اندیشه خود در شبکه‌های اجتماعی کنار نمیرفت. همیشه در فضای اجتماعی فعال بود. در برابر این با ثبت نوار و انجام کارهای خیریوی نیز مشغول بود. این مسئله را شما اهمیت بدید. کارهای کرند کار میکرد، یک مغازه تجارتی داشت، کم کم تجارت میکرد، در شبکه‌های اجتماعی فعالیت مبارزه و فکرانی میکرد، به مردم فکر میداد، اندیشه میداد، علاوه بر این کارهای خیریوی میکرد. یعنی بر علاوه اینه که نوارهای تربیوی، نوارهای آموزنده و پند میداد، باز کار میکرد، خیر میکرد. ولی شما عین حال میبینید که وضعیت در کجا است. از اولین نفرانی بود که پس از مناقشه مرزی با سرحد تاجیکستان و قرقیزستان رفت و از وضع منطقه‌های مرزی گزارش آماده کرد. در صفحه اجتماعی خود چیکار کرد؟ نشر کرد، انتشار کرد. اولین شده بعد از جنگی که بین تاجیکستان و قرقیزستان صورت گرفت، اولین روزنامه‌نگاری بود که ناترسیده به لب مرز و از قرقیزها و از تاجیک‌ها از هر دو طرف چیکار کرد؟ مصاحبه گرفت و فیلم و او را نشر کرد.
یگان روزنامه‌نگار دولتی این کارو نکرد و این نفر ترس رو کنار گذاشت، خسرو به مرز رفت و از ساختمان‌های شکسته و از خانه‌های خرابی مردم در اونجا نوار گرفت و از اون در شبکه اجتماعی خود در یوتیوبش نشر کرد. ولی امروز در پشت پنجره است، من و تو در آزادی. حرف زدن امروز میترسیم، مبارزه بردن امروز میترسیم. ننگ باید بر ما. بعد او 8 ایول سال 2022 بازداشت کردید و پس چند روز مقامات اعلام کردند که این ژورنالیست با ماده 307 قسم 2 بندی 3 تشکیل اتحادیه اکستریمیستی افراطگرایی گمانبر است. پس از 4 ماه بازداشت روز 3 نوامبر سال 2022 ذوق‌بک سعید امینی با حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی 7 سال روانه زندان نظامی پرزور گردید. حتی ببینید چرا ستون مهره‌اش امروز در میکند. نظامی پرزور، اینجا رو نگاه کنید، 7 سال روانه زندانی نظامی پرزور گردید. نظامی پرزور یعنی میدونه چی؟ در اون جایی که شما در پسترین حالت قرار میگیرید. این است حالتی سختی ذوق‌بک سعید امینی. ولی خودی او این عیب را رد کرد و خود را بیگناه میشمارد. البته که بیگناه است. عبدالستار بن محمدزاده کیست و چرا زندان شد؟ عبدالستار بن محمدزاده زاده شهر وحدت است و پدر 4 فرزند میباشد. سالها در رادیوی دولتی کار کرده است. او زمانی شناخته گردید که در روز پرزیدنت نوار ثبت کرد از مشکلات روزمره خود شکایت نمود. ببینید در روز پرزیدنت یک نواری انجام داد که در اون نوار از تاکسی کار میکرد و از پلیسی شهر دوشنبه شکایت میکرد که او را جریمه کرده و با این نوار خیلی مشهور گردید. شما یادتان شاید اون نوار هست. علاوه در رادیوی دولتی نیز روزنامه‌نگار کار میکرد و با این اساسه که او یک روزنامه‌نگار آزاداندیش بود، فکری مستقل داشت و فکری داشت که باید تاجیکستان پیشرفت کند، نگذاشتن تا آخر کار کند. کار را بس کرد، با تاکسی رانی شروع کرد. تاکسی میراند. چرا؟ چون در رادیو و در تلویزیون دولتی با این عقیده که یعنی مردم ملت پیشرفت کنه، با این عقیده را کار نمیگیرد. ولی امیدش رو از دست نداد، اومد تاکسی کار میکرد یا در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب کانال و مبارزه خود را و فکر و اندیشه خود را آزادانه میرساند. اولین شخصانی بود که وقتی که ایزد امان را دستگیر کردن در داخل تاجیکستان اعتراض کرد و گفت که ایزد امان بیگناه است و او باید آزاد کرده شود. اولین شخصانی بود که این کار را انجام داد. کسی این جسارت را نکرد، ولی پیر محمدزاده اولین شده این جسارت رو کرد. میدونید برای چه این جسارت رو کرد؟ چون ایزد امان در روزی که این نفر در روز پرزیدنت اعتراض کرد و از همون جریمه و مشکلات های خودش گفت، اولین شده کسی در فیسبوکش نوشته است ایزد امان و گفته است که من آماده ام برای تو هر خدمتی باشه، هر کمک مالی باشه انجام بدیم، من آماده ام در خدمت تو باشم. و اساس همین که او در روز تنگی به این دست کمک دراز کرده است و چیکار کرد؟ خاموشی را اختیار نکرد و وعده خود و مردانگی خود را اجرا کرد. ولی من و تو چی کردیم؟ چی کار را انجام دادیم برای این ملت؟ و خدا قسم عیب است، ننگ است و باید هم چیکار کنیم؟ متاسفانه این لباسی چیه در تنمون بپوشیم دیگه، بریم دیگر مثل رقاصا بریم رقص کنیم دیگه. دستمون دیگه چی میگنی؟ این مردم بر بخیزه به والله قسم عیب شرم است دیگر. اگر همین گونه برود دیگر مگر در سیمای مردمی تاجیکستان و مخصوصا مردمش بیا اگر بعد هم شود بیا یک رومال و روسری دیگه بپوشیم و کرتل زنانه شو پوشونیم دیگه. مرد مگر باقی مونده است در جمهوری تاجیکستان که این گونه فرزندان میبرند دفاع، یعنی زندان میشوند و دفاع کردن نتوانیم بود. با خدا عیب شرم است. با خدا بر بخیزیم این مسئله را حل بکنیم. عبدالستار در آن نوار گفت که چند سال در
رادیوی دولتی به حیث ژورنالیست کار کرده و با سبب‌های گوناگون ترک پیشی کرده است و اکنون همچون راننده تاکسی کار میکند. عبدالستار شکایت داشت که کارمندان بازرسی دولتی امنیتی برای آزاد فعالیت کردنش مانع میشوند. بعدا او با بخش نوارهای دیگری از مشکلات‌های دیگری جامعه نقل میکرد و میان مردم شهرت داشت. چند بعد از آن با پاک کردن تمام نوارها خیش از صفحه اجتماعیش پیر محمدزاده اعلام کرد که کار بلاگرها را قطع میکند. او در یک مصاحبه خود گفت که برای فعالیت‌هایش بعض بوز حکومت گفتند برخی خائن ملت و با همین کنار رفتن خود را از فضای اجتماعی اعلان نمود. اما دیرتر دوباره با فعالیت بلاگری برگشت و پس از بازداشت دلیر اموملی و عبدالله غروبتی دو روزنامه‌نگار و بلاگر شناخته شده پیر محمدزاده از کمترین روزنامه‌نگارایی بود که با حمایت این ژورنالیستان با جرأت صدا بلند نمود. ببینید علاوه اینه که عبدالله غربتی و دلیر اموملی زندان شدند و این نفر مردانوار قطعی ذوقی سید امینی همونطوری که گفتم به در خانه دلیر اموملی و عبدالله غربتی رفتن و فرزندای اونها را امید بخشیدن که ما در کنار شما هستیم، ولی متاسفانه همونطوری که میبینید اینها را بردن زندان کرد. حالا در مسئله این 4 روزنامه‌نگار زندانی ما میتوانیم ساعت‌ها صحبت کنیم. درد غم خیلی زیاد از برادران و هم‌یاران گرامی، ولی چون همونطوری که شما میبینید امروز مشکلی سلامتی دارم، از زیاد آب میخورم و صحبت متاسفانه سخت‌تر است. بعد بگردیم به موضوع دیگر و این را خلاصه کنیم. موضوعی بوده را که اساس‌های ترس هراس مردم تاجیکستان از حکومت امروزه و از خط اموملی رحمانوف از خانواده‌اش با همین اساس‌ها صورت میگیرد. یعنی حرب زنی در هر کجای نباشی نسبت تو پرونده جنایی باز میکنن و تو را میبرن زندان میکنن و مردم تاجیکستان ما امروزه همین گونه کارهای حکومت را دیده ترس هراس را در دل خود جای کرده است و هیچ کار در مقابل این حکومت نمیکند و فکر میکند که یک روز کسی میاد برای اونها نجات میدهد و اونها را از ظلم و ستم آزاد میکند و به اساس همین هر کسی با اندازه خود و با شرطهای خود و با همون پرینسیپ های خود و با همون اساس هایی که دارد چیکار میکند؟ خود را نگاه می‌دارد و در مقابل این حکومت مبارزه نمیبرد و ترس را چیکار کرده است؟ در گردن خود جای داده است. همونطوری گفتیم از امریکا نشسته است و هر کاری در امریکا میخواد انجام میدهد، اما وقتی که میگم از الله میترسم و از کارمندان حکومت تاجیکستان و یا اینکه از ملیسه‌های تاجیکستان. چرا این کارا میکند؟ چون میداند که در مقابل من اگر حرف زدم فردا پدر و مادر من در تاجیکستان زیر آزار و اذیت حکومت تاجیکستان قرار میگیرن، ملیسا قرار میگیرن و من زنگ زده میشم از تاجیکستان برای من در اینجا تهدید میکنن و حتی پدر و مادر من را مجبور میکنن که من از اینجا ببرن، چیزی که در مقابل تمام مخالفان صورت گرفته است و از جمله در مقابل بنده که هر هفته در خانه ما میروند و پدر و مادر من را اذیت میکنن. ولی این باعث میگردد که باید ما از راه مبارزه دست بکشیم، ولی این باعث میگردد که باید ما بترسیم، این باعث میگردد که باید ما خاموشی را اختیار کنیم. نباید بگردد، نباید چون این مسئله ها باعث بگردد. پیر محمدزاده مگر زندگیش ارزش نداشت؟ عبدالله غروبتی فرزنداش براش مگر ارزش نداشت؟ سید امینی مگر همسرش براش ارزش نداشت؟ دلیر اموملی مگر پدر و مادر و دیگر نزدیکانش براش ارزش نداشتند؟ مگر داشتن، ارزش داشتن، ولی ملت و آزادی، آبادی، پیشروی و وجدان برایشان بالاتر بود و خستن و حرفا را زدن. ولی امروز نمیشود به اندازه همینون حد امکان برای دیگر مبارزه را آغاز کرد. بله به حزبای سیاسی همراه نشوید اگر نمیخواهید، ولی میتونید از دیگر طریق انتقادها را آغاز بکنید. همین طریقی که در عبدالله غربتی از دیگر طریق آغاز کردن و بالاخره در جامعه مشهور گردیدن و همین گونه تو اندازه ما و شما اگر آغاز کنیم مطمئن باشید که همه ما را زندان نمیکنن. اگر مثل دلیر اموملی 1000 نفر میبود 1000 نفر میبردن زندان میکردن، اگر 10,000 نفر میبود چی گپ میشد؟ آخه این ملت مگر 10,000 دلیر اموملی ندارد؟ مگر آخه این ملت 100 تا دلیر غربتی مگر ندارد؟ این ملت مگر
300 تا پیر محمد زاده مگر ندارد آخر؟ آخه این مردای ملت در کجا نگن؟ یک بار وقتون سوال بتید آخه در کجا هن؟ کجا هستید آخر؟ کجا را نگاه میکنید؟ آخه همین گونه رفتن دیگر این مخالفا هم کدام روز در روی اکران دیگر نمیبینید. شما میبینید که همه دنبال زندگی خود رفتن. آخه یک نفر 10 سال 20 سال 30 سال شد در راه مبارزه مصرف میکنه، میره و دنبال زندگیش وقتی که میبیند امید از این مبارزه نیست. و ده ها نفر امروز پشت پرده نشستن، سبباش معین مشخص است. از این ملت امید دیگر ندارن. چرا؟ چون پشتشون رو خالی گذاشته. خوب فقط به ششتن تماشا کردن، فقط به هر یعنی یک طرف ایستادن مثل زنک یک لباس پوشیدن نمیشود پیش رفت. باید ایستاد و مبارزه بود. امید از کی دارد که بیاد تاجیکستان رو آباد آزاد کند؟ اینو ببینید، سختیاتون رو ببینید. وقتی خاموشی را اختیار میکنید، عاقبت خاموشی چی است؟ این یک عاقبت خاموشی. ببینید عاقبت خاموشی را. در روسیه 26,000 پتنت مهاجران به اعتبار کرده شد. 26,000. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که از اول امسال تا کنون بیشتر از 26,000 پتنت و اجازه‌نامه کاری خارجیان و همه مهاجران کاری را برای آگاه نکردن از جای کاریشان به اعتبار کردند. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 ایول از قبل این وزارت خبر داده است که تعداد پتنتی به اعتبار شده در سال روان در مقایسه با سال گذشته 7 برابر زیاد است. بر اساس مقررات در روسیه مهاجرانی که بر اساس پتنت کار میکنند باید در مدت 2 ماه به شعبه کارهای داخلی در محل خود خبر بدهند که در کجا کار میکنند. در روسیه صدها هزار مهاجر تاجیک بر اساس پتنت کار میکنند و ظاهرا تعداد سندهای به اعتبار شده آنها نیز کم نیست. در این کشور یک سال اخیر دهها قانون و صدها سندهای نو برای محدود کردن فعالیت مهاجران قبول کردند، چون به قول تعدادی از سیاستمداران روس مهاجران دیگر با این کشور یک دردی سر شدند. این اولین مسئله. ببینید هر روز زندگی شما رو در روسیه چیکار میکنن تنگ میکنن. مسئله دوم نگاه کنید. این مسئله را ببینید. متاسفانه این مسئله کم پای ما عیناوی را پیدا کنم بیارم دوستان. خب ببینید مسئله دیگه ای که اینجاست. ببینید این در داخل تاجیکستان از دست بی‌آبی کودکانمون رو قشلاق فرستادم. شکایت از کمبود آب در دوشنبه. در کجا؟ در داخل پایتخت تاجیکستان، در جایی که گویا که شاهنشاه یا شاهزاده و فلانی هیچ کار میکند اداره میکند. رستم اموملی اگه امروز نمیفهمم فرشته بیگناه و کسی که کارمند شایسته نمیدونم بهترین نفر و معرفی میکنند، کسی که باید آینده تاجیکستان رو اداره کند، در شهری که رئیس است مردم از بی‌آبی اذیت میکشند. آب ندارن، فرزندایشان رو مجبورن که دهات روی کنند. مکتب چی میشود؟ بی سواد باشن، قوری مرده شد. در دوشنبه که حرارت تا مرز 40 درجه میرسد، ساکنان بعض از بناهای استقامتی آب نداشتند. ساکنان چندی از محله‌های پایتخت که آن شکایت دارند که در خانه‌های بلندآشیانه آب نمیرسد و خانه‌های بالاتر از طبقه دوم ساعت‌ها به آب میمانند. یکی از چنین جایها محل 32 ناحیه سینای در شهر دوشنبه است. صباحت ساکن محلی 32 از زمانی که من اینجا آمدم وضع در این بنا همین خیل است. هر تابستان تماما آب نیست. من سالهای پیش در طبقه 4 زندگی میکردم. با نساز آب میکشیدم. از دست بی‌آبی با طبقه اول فرامدم. شکرانه خدا در یکم طبقه آب هست، لیکن سه ماهی دراز آب نیست. نه سال 1998 در همین بنا زندگی میکنم. مشکل آبی اینجا دائم هست. ببینید وقتی ما در این مسئله صحبت میکنیم دقیق است که این مسئله رو شما دقیقاً و بالاتر میبینید. بیایید
دوستان عزیز اگر من این رو از رادیوی میمونم، اگر صدای من نباشه لطفاً چی کنید، آواز خبر کنید در یوتیوب تا اینه که من چی کنم از نو بمونم. صدای ویدیو هست. آغاز فصل گرما ساکنان شهری از محله‌های دوشنبه از کم‌آبی و بی‌آبی در خانه‌های بلندآشیانه شکایت دارند. برخی میگویند در منزل‌های از طبقه دوم بالا حتی در روز ساعت‌ها بی‌آب می‌مانند. یعنی اومدگی ما که همین دو میخینه هر توریستون مودا وابشه آب نیست. ما سال پیش در 4 ایتاژ دو متر داشتم خیلی زیادسته به آبیه یکم فرومانگی خیلی رونه تو یکم داو هست نه که سیم و چورون وابشه سیم توریستون آب نیست. من سال 98 در همین دوم زندگی میکنم. همین پرابلم همین آب اینجا هست. چند سال تماما همین روزانه نیست. یکم مکان میوه که دیگه خیلی تو خیلی میکنیم با خیلی با چی میکنیم تو یک دیشه خیلی با ایگون هم فیمون ایگون جو میوره. ساکنان این محله ها با هر راه و واسطه مشکل به آبی رو حل میکنند. آب نداریم. من و چی لباس شویم و ماشین که ما گناه کنیم و پیش کار نمیکنه. چند تا شدیم از این؟ قریب یک ماه شد. اوه بچه خیلی میکنیم مسئله وقت خیلی حال میکنیم و من همین یک وقت میبرم که بچه پر میکنیم و همه خیلی میکنیم چیکار کنیم دیگه مثلا آدمی کودکدار موشنده آدمی کودکدار همین وقت کودکای قشلاق فرستادم گفتم خیلی بیتون بخاطر عادت کنید بیتون. میرشکر حلیموف یکی از مسئولان اداره آب تامین کنی ناحیه سینای دوشنبه پس شدن فشار آب در لوله‌های اساسی را میپذیرد اما تماما قطع شدن آن را رد میکند. نپور ایسوی چی پاس میشود این فصل گرما ببینیم که همه استفاده باید اون کم برای شروع درکات و شروع موشون داول شور بالا کنیم تا اوش کمتر بشه. ای خیلی بیم که بی‌آبی خیلی درمانی چیزا تنظیم بی‌آبی نیست. اما با گفته یکی از مسئولان کارخانه آب و کوریز دوشنبه که نخواست نامش برده شود یکی از دلایل کم‌آبی در محله‌های شهر دوشنبه که از آب‌های زیرزمینی آب می‌گیرند این است که سطح خود آب‌های زیرزمینی پست شده است و پایگاه‌های آبکشی نو و علاوگی باید نصب کنیم. حالا بر اساس شکایت ساکنان مشکل کم‌آبی و بی‌آبی در محله‌های 32 33 گلستان 46 61 63 64 و دو طرف خیابان نعمت قربایف از بهار این سال آغاز شده است. مسئولان اداره آب و کوریز این مسئله ای است که ببینید مسئله ای است که وقتی که ما میگیم بر بخیزیم یعنی ترس هراس کنار بگذاریم اینجاست که شما میبینید که در همه جا با شما رابط میگیرن و نه تنها در اینه که ببینید مادر در تاجیکستان از بی‌آبی از بی‌برقی از مسائل اقتصادی دزدی غارتگری از تمام میشه اذیت میکشد. خود در خارج کشور میای پاتینت بوتیل میشود با بهانه‌های گوناگون پستاویت میکنن بران زندان میکنن امکان داره بکشند تحقیرت کنن بزنند نمیفهم تمام کارا بکنن. یعنی در همه حالت اگر خاموشی را اختیار میکنی ملت این همین گناه رفتن میگیره این همین پس دادن اینجا کشتن اینجا غارت کردن اینجا از بین بردن این همین گناه زندگی ما ادامه میآورد در رذالت نه در پیشروی نه در آبودی. خو عبودی و آزادی را این گونه نمیکنن برادر. عبودی را اون مردان جسور اون مردانی که این وطن را دوست می‌دارن دلشون به این وطن میسوزد که کار میکنن مثل دلیری اون عبدالله غربتی و دههای دیگر. با خدا قسم جوانو باید بربخیزی بیاید در کنار برادرای مبارز بیسته و مبارزه ببری. امروز از داخل تاجیکستان 100 نفر زنگ بزنه دیگه برادر من چیکار بکنم بیاین من چند معلومات برای شما بفرستم شما بگی من در دوشنبه اینا من تاکسی کار میکنم هر مشکل را بخوای در اینم تاکسی گفته و برای شما روان کردن میگیرم. برادر من در دوشنبه راننده مشروطه برادر من در دوشنبه راننده اتوبوس هر مشکل رو بخوای من برای تو کامera میکنم روی میکنم. برادر این گونه اگر کار ادامه بیاورد و شما بتونید برای ما کار بکنه ما خدمت میکنیم برای ملت یکدیگر قطعی کمک میرسونیم به اعتباری به اعتمادی را از بین میبره. به همین قدر فشاری که در داخل ایران وجود داره ولی میبینید که از تلویزیون‌های ایران هر روز نوارهای گوناگون از داخل وطنشون نشر میشه و معلومات میفرستن باید دیگرش باور اعتماد داره. ولی از ما چی؟ کجا همون باور اعتمادی شما؟ بروید کار کنید با برادرای مبارز بروید معلومات بفرستید از داخل وطن کار بکنید.
حالا ما این موضوع رو کنار میگذاریم و خیلی کوتاه در موضوع دیگر صحبت میکنیم برادر و خوارای عزیز، به خاطر که ما در همین موضوع اینا حدودا 1 ساعت میشه صحبت کنیم، 1 ساعت 5 دقیقه. اگرچه من کوشش میکنم که صحبت‌هام در موضوع کم باشه، به خاطر که بعدا من بازم مشکلات دیگه ای است که بتونم برام از دنبال مشکلاتشم. برادر اگر شما کسی پیوست شدن میخواهید در استودیو فکر نظرتون رو گفتن، خواهید لینک برنامه رو گذاشتم میتونید پیوست شین و صحبت کنید. بیاین همین مسئله مشکلات چین و تاجیکستان رو صحبت کنیم، روابطی که ما با چین داریم و چگونه سولیم بدنی همین روابط. موضوع دیگه این موضوع برنامه. همدارن و هموطنان عزیز، ما با کشور همسایه خود کیتای و چین هم مرز هستیم، یعنی همسایه هستیم و سالهاست با هم ارتباط داریم و پس از دوران شوروی، یعنی پاش خوردن شوروی، ما با چین دوست هستیم و کار میکنیم و سفارت اونها در تاجیکستان است، سفارت ما در اونجا است و خرید فروش خیلی زیاد است. اگرچه ما از چین واردات بیشتری داریم، از صادرات این چیز به ضرر ما هست، ولی علاوه بر همین باز هم چین در سرمایه گذاری در تاجیکستان بسیار یعنی سخت کار میکند و بیشترین سرمایه گذاری که این حال در تاجیکستان میشود از جانب چین است. حالا در رادیو آزادی باز هم نشر شد که چین حدود 5 میلیارد دلار در تاجیکستان عموما سرمایه گذاری کرده است و این سرمایه گذاری در سمت‌های گوناگون انجام داده شده است. پیش از آنکه من این مطلب رو بیارم بخونم، ولی من چند نکته رو میخوام در اینجا ذکر کنم که آیا چین واقعا صادقانه همچون دوستانه رفیقانه میخواهد با تاجیکستان سرمایه گذاری کند، کار کند، و یا اینه که در همین سرمایه گذاری که کیتای و چین به تاجیکستان میکند یعنی خطر دارد و غرض دارد که هدفهای بزرگ دارد که میخواهد این سرمایه گذاری را انجام بدهد. یکی از نکته‌هایی که ما با چین شک میکنیم به تصادق بدنش مسئله زمینی است که از تاجیکستان در سال 2012 گرفته شد. یعنی چین در سال 2012 از تاجیکستان مقدار زمینی را در عوض همون سرمایه‌ای که قرضی که به تاجیکستان داده بود در همون مسئله گرفته بود و این باعث کرد که یعنی پیدایشی اون غرض چین از اونجا اثبات پی شود که چین صادقانه اقتصاد رو به تاجیکستان پیش نمیبرد و اقتصاد یعنی صادقانه سرمایه گذاری نمیکنه و در هر راه این مسئله ها رو انجام میده. در همین مسئله اخیری که سرمایه گذاری کرده است که یکی از سلطان رحیم زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان چندین نکته رو در رادیوی آزادی رسانده است، چند نکته رو آشکار میکنند. مسئله بیشتری که آشکار میکنند مسئله کارهای چین است. مثلا چین در کانی طلا سرمایه گذاری میکند و از تاجیکستان طلا خارج میکند. در داخل تمامی همون معدنی که چین کار میکند کارمندانش تمامی اونها چینایی هستند، یعنی کارمندان تاجیکستان از چین یعنی با اونها کار نمیکنند. یکم اگر کار کنند تخصص میآموزند چیزی که چین اجازه نمیدهد. مسئله دوم تمام تکنیکی که در اونجا استفاده می شود از چین آورده می شود، یگان تکنیک در داخل وطن انجام داده نمی شود و این همه این نشون میدهد که چین نمیخواهد که یعنی صادقانه با تاجیکستان کار کند و گردن میتواند این تکنیک رو در داخل تاجیکستان صادر کند و میتواند این مسئله های کارگرا را از تاجیکستان بگیرد و بیشتری کارمندایی که در اونجا کار میکنن نیاز نیست که از چین بیاین، میتونن مثلا همون انسانایی با تخصص دقیق کار میکنن فنی کار میکنن از چین باشن و دیگه کارمندایی که الیمنتر کار میکنن اونها میتونن از داخل تاجیکستان باشن که این به اقتصادی وطن ما بیشتر کمک میکنن و جا را تامین میکنن. این مسئله یعنی در تاجیکستان انجام نمیشود. مثال آشکارش مسئله راهی است که چین با علاوه 1 میلیارد قرضش در تاجیکستان به تاجیکستان راه ساخت و تمامی کارمندان راهسازی که تاجیک‌ها چون میتونن راه بسازن این مشکل نداره از چین آورده میشد و تمامی کارمندا از اونجا بودن. چرا باید راه یعنی پول سرمایه اومد، چرا باید با کارمند چین در اونجا این دیزور ما خودمون میتونیم راه خودمون بسازیم؟ برای ما تکنیکا اونقدر زیاد هم نه، تکنیکا لازم بود که ما میتونیم از چین بیاریم و علاوه بر این سرمایه که ما بتونیم با اون سرمایه کار بفرماییم در داخل وطن خودمون. ولی چین شرط ها را گذاشت که من سرمایه گذاری میکنم، در علاوه سرمایه گذاری من برای شما چیکار میکنم؟ خودم
تمام تجهیزات راههای شما را ما تامین میکنیم. ما خیلی میسوزم برای شما میگیم. ما بعدا دیدیم که راهها مشکلات خیلی زیادی برپا کرد و اون چیزایی که اونا ساختن همون به اصطلاح کیتایی است که در صفت پایان و این چیزها خراب شدن. به همین خاطر یعنی ما صداقتی سرمایه گذاری رو از جانب چین نمیبینیم. چین یگانه کاری که میکند همون اولویتش زیر نظارت گرفتن اقتصاد یک کشور دیگه و نفوذ خود رو در اونجا زیاد کردن و نظارت کامل اون کشور است. بر اساس همین سرمایه گذاری میکنه. بیاید مسئله را دقیق تر از رادیو آزادی بخونیم، بعد فکر نظر کارمندان و چیزایی که رادیو آزادی پیدا کرد این مسئله رو از همونجا دقیقاً میخونیم. این مسئله است که نشه. ما اگر ببینیم ویدیو داشته باشیم کوشش میکنیم ویدیوش رو ببینیم تا اینی که زیاد داریم نه ویدیو نداشته است بیاید با هم بخونیم. خب چین به اقتصاد تاجیکستان 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. چین از سال 2007 تا اولی سال 2025 به اقتصاد تاجیکستان 5.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. این آمار سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولت سرمایه گذاری و اداره اموالی تاجیکستان سین در جلسه پارلمان اعلام کرد. مجلس نمایندگان این هفته سازشنامه سرمایه گذاری با چین را تصویب کرد. با گفته سلطان رحیمزاده از 5.1 میلیارد دلار سرمایه چین به تاجیکستان 2.9 میلیارد سرمایه مستقل و 2.2 میلیون دلار دیگر نمودی سرمایه گذاری ها می باشد. مقامات تاجیک افزود که سرمایه چین اساساً به بخش استخراج سند کارکرد، آموزش گیاهی، صنعت سبک، علاقه، ساختمان و نصب تجهیزات روانه شده است. ببینید چین در کدام مسئله سرمایه گذاری میکنه؟ مسئله ببینید اینه. با گفته مسئله سرمایه چین اساساً در چی است؟ مقامات تاجیک افزود سرمایه چین به بخش استخراج، صنعت کارکرد، آموزش گیاهی، صنعت سبک، علاقه ساختمان و نصب تجهیزات روانه شده است. مسئله های مهمه که این مسئله ها باید فقط کسایی که کسب دارن از دیگر کشور باید با شرط‌های مخصوص با معاش‌های بلند آورده شود، ولی تمام این شاخه باید از اونجا گرفته نشود. باید علمی تخصصی در داخل وطن ما آموخته شود. وقتی تو میره یک نفر میوری که یک مسئله داخلی وطن تو را ببینه با آموزه و مثلا تیلوی تو را براره و یا اینکه فلان مشکلاتی تو را بیرون بکنه، باید حتما در کنار او دهات متخصصی تاجیک باشه که یعنی مطمئن شیم که چین در داخل وطن ما چیکار میکند، چی استحصال را اخراج میکند و با کجا میبرد، چیکار میکند و چند نفر تاجیک و کارمندان تاجیکستان کار کنند که تخصص بیاموزند و اقتصادی ما بودجه ما و شما کمک بگیرد. ولی این گونه نیست. طبق آمار رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری فعلا در تاجیکستان زیاده از 700 شرکت با سرمایه شرکت‌های چینی فعالیت می‌کنند. سلطان رحیمزاده در حضور وکیلان از چین با عنوان یک از کشورهای اساسی سرمایه گذاری به اقتصاد تاجیکستان ستایش کرد، ولی درباره شرکتی ساکنان محلی از شرکت‌های چینی چیزی نگفت. مجلس نمایندگان پلات پایانی پارلمان تاجیکستان روز 3 ایون سازشنامه میان دوشنبه و پکن درباره هوسمند گردانیدن و حفظ متقابل سرمایه‌گذاری را تصویب کرد. بر اساس این سند که سال 2024 در جریان سفر رئیس جمهور چین سی جین پینگ به دوشنبه امضا شده بود، تاجیکستان و چین با سرمایه‌گذاری دو کشور امتیازهای زیادی دادند، از جمله مصادره یا دولتی گردانیدن مالکیت شهروندان چین در تاجیکستان ممکن نیست. همین مقررات برای اموال شهروندان تاجیکستان در چین نیز پیش بینی شده است. شرکت‌های چینی در بخش استخراج ثروت‌های طبیعی تاجیکستان حضور گسترده‌ای دارند. کلانترین کان‌های استخراجی معدن در کشور از جمله کان طلا و نقره در اختیار شرکت‌های چینی است. طبق معلومات رسمی 84% طلای تاجیکستان را دو شرکت چینی در زرافشان و پاکرود استخراج میکنند. ببینید یعنی دقیق ترین و بایترین منطقه های تاجیکستان که امروز در اونجا طلا و نقره بیرون کرده می شود در دست شرکت های چینی هستند. آیا می شود به چینی اعتماد باور کرد؟ شما سوال میکنید آیا ممکن است این پول همش کجا می رود؟ چرا تا حال اینقدر اینو اخراج میکنند؟ ما باز از چین قرض داریم.
مقامات تاجیکستان از فعالیت چینی‌ها در کشور ستایش میکنند، اما بعضی ساکنان محلی از کار شرکت‌های چینی ناراضی‌اند. یک تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 نشان داد که چینی‌ها در استخراج معدن و هم کشاورزی و تکنولوژی و ماده‌های کیمیایی ضررآور استفاده می‌برند. از جمله ساکنان دهه هومورگان در کنار کارخانه طلای زرافشان پنجکه در نامه برای رئیس جمهور افزایش به فرزندی در عائله‌های جوانان، تولد پیش بر محل کودکان فگانه یا پیش‌پرتایی و افزایش بیماری‌های راهی نفس و نسل نگرانی کرده بودند. دو وزیر حکومت تاجیکستان به تحقیقات رادیو آزادی واکنش کرده و گفته بودند که به نتیجه آنها راضی نیستند. مذهبداران تاجیک برعکس از سرمایه‌گذاری بزرگشین و تعرضه عملهای کارخانه چینی حمایت میکنند. چرا حمایت میکنند؟ چون در اینجا از اونها فایده میبینن و این فایده به نفع حکومت امالی رحمانوف و خودی همین حکومتداران است که از اینجا بیشتر درآمد دارن. شما میدونید که اونها سالهاست از تاجیکستان تمام طلا، نقره، سنگ مرمر و هزارها چیز را استخراج میکنن، ولی یگان فایده به ملت مظلوم تاجیکستان از اینا دیده نمیشود. متاسفانه صحبت در این موضوع خیلی زیاد است، وقت رو طولانی نمیگیرم و برمیگردیم به موضوع دیگر که این موضوع با سیاست خارجه قرار دارد. و همونطوری که من در موضوع اول دوم ذکر کردم برادرها، متاسفانه چین در سرمایه گذاری که در تاجیکستان میکند صادق نیست و علاوه بر این خودی حکومت تاجیکستان با کارهای میکند بدون تحقیق است و بدون یعنی مفاد برای مردم تاجیکستان و کشور تاجیکستان است. اونها این کار رو انجام میدن فقط به خاطر اون چیزی است که از چین قرض دارن و به خاطر اندکی که باید چین بتواند به خانواده امالی رحمانوف کار کند که امالی رحمانوف بتواند در زمانی که در حکومت است تمام اون مفادهای از تر بیرون کند، از تاجیکستان برد، اموال خانواده اش را زیاد کند. شاید 10 سال دیگر در قدرت است، شاید 2 سال دیگر، شاید 10 سال دیگر، و به همین خاطر تمام تلاش‌ها را میکند که زودتر این مسئله ها را حل کند. مسئله سوم موضوعی که ما صحبت خواهیم کرد مسئله ملاقات امالی رحمانوف با پرزیدنت قرقیزستان است که این همین هفته صورت گرفت، یعنی روز 8 همین روز در دوشنبه این ملاقات صورت گرفت. پرزیدنت قرقیزستان روز 8 به تاجیکستان سفر کرد و در تاجیکستان با امالی رحمانوف ملاقات کرد و در این ملاقات 13 سند همکاری امضا کردند. این در حال صورت میگیرد که در سالهای اخیر روابط سیاسی بین تاجیکستان و قرقیزستان بسیار در سطح پایان قرار داشت و بعد از حمله قرقیزستان به خاک تاجیکستان که در آنجا زیاد از 60 و چند نفر قتل کرده شده بود و چند نفر دیگر زخمی، برعکس قرقیزستان به علاوه اینه که به خاک تاجیکستان حمله کرد، یعنی تمامی مرزها را بست و تاجیکستان را از اون فشنگ دارد که ما مرز داریم و طریق این مرز میتونیم به خارج اقتصاد خود را و مال اموال خود را پیش ببریم، استفاده کند و تمام راه ها را برای ما ببندد تا اینکه بتواند از این طریق به اون هدفی که دارد، یعنی به اون هدف برسد. هدف قرقیزستان گرفتن آب بود و مسائل زمینی که یعنی جنگیالی است و اون زمین ها را به طرف خود حل بکند که ما دیدیم که نوئیل گشت و توانست در سالهای اخیر این را به سمت خود برساند و متاسفانه این سرزمین تقسیم کرده شد. حالا تا کجا این حقیقت دارد که ما در این تقسیم سرزمین برد کردیم نکردیم، این مسئلهش حقیقت ندارد، یعنی تا کجا حقیقت دارد ندارد معلوم نیست، زیرا حکومت حرف میگوید مردم به اون اعتماد ندارد. قرقیزستان هم از پیروزی خود و گرفتن اموال خبر داد، حالا دقیق نیست که کدام طرف راست میگوید و کدام طرف دروغ میگوید، ولی به احتمال زیاد حکومت رحمانوف دیپلمات‌های قوی ندارد و متاسفانه ما به امروزه حکومت امالی رحمانوف اعتماد باور نداریم که میتواند این مشکلات را حل کنه. بیاین مسئله را بیشتر از رادیو آزادی به سمت شما بخوانیم. در جریان سفر دولتی صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. در این باره دفتر مطبوعات رئیس جمهوری خبر داده است. در جریان سفر دولتی بیاید دوستان گرامی را نخونیم، از رادیو آزادی بهترش به سمت شما برسونیم و شما گوش کنید برادر. این فکر کنم شاید بهتر خوبتر باشه.
در جریان سفر دولتی صادق جبارов رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخش‌های تجارت، سیاحی و صنعت. جزئیات سندها معلوم نیست ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. ما تلاش‌های طرفین را برای هر چه زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرفی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه‌ها را در سطح منطقه‌ها به خصوص در ناحیه‌های نزد سرحدی ذکر کردیم. Поэтому были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр. در نتیجه گفت و شنید چند سند به امضا رسید که ساحه‌های گوناگون همکاری‌ها را در بر می‌گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه‌های مهم را. یکی از نتیجه‌های کلیدی گفت و شنید این به امضا رسانیدن سندهای دو جانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرقیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم. کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود. سفر دولتی خب ما در این موضوع دیگر زیاد چی نمی کنیم، چون مشخص است که حالا این سندهایی که امضا میکنند تمام سندها مسئله ظاهر پروری است که در این سندها نشان میدهند که گویا ما همکاری داریم و کار فعالیت میکنیم و هیچ مشکلاتی بین ما وجود ندارد، ولی ما تو عین حال میدونیم که مشکلات ها در این مرز موجود است. تو عین حال اخیراً هر طرفی از پیروزی خود در این تقسیم کنی زمین خبر میتین و تو کجا این زمین ها به نفع هر دو جانب، یعنی همون طریقی که در سندها هست امضا شده است و تقسیم شده است معلوم نیست، ولی به هر حال باید همچون شهروند ما استقبال کنیم از اون چیزی که در آینده جنگ قتل کشتار نشود، چون ما همه مسلمانیم و هیچ وجه ما طرفدار اون نیستیم که در مرز کشتار صورت بگیرد و دو ملت با هم که هم مذهب و هم دین هستن با هم جنگ کنند. برادر عبدالله به برنامه خوش آمدید و امیدوارم که تنصیحت و سلامت باشید. برادر عزیز خوب هستین ان شاء الله؟ و علیکم رحمت الله و برکاته. آواز خوب است؟ بله 100% است برادر عبدالله، بهترین از بهتر است. خیلی خوب است. البته خواستم که به برنامه پیوندم در مسئله ذوق‌الدین عبدالستار حرف زدی دلیر امام علی. البته امروزه نه اینکه اونها در همین ظلم رحمانوف یا که این رژیم روبرو شدن، حتی که ما میبینیم که مردم تاجیکستان بیرون از تاجیکستان هم آرام زندگی نمیکنن. از دیروز مثال در خبرها شنیدیم یک زنی گوییم که از همون رایون روشقله بوده است، صوفی شوی و نسیمه بوده است، یک زنی که از روسیه دستگیر کردن، 3 کودک 3 فرزندش خودی از بدخشان بوده است، حتی که در وزارت کارهای داخلی قبلا کار کرده بوده است. خب پس تو بگم کشتارهایی که سال 2022 در بدخشان شده بود، همون ناراضگیش در همون گویم که در رسانه ها همون زن بیان کرده بود است. از همین حساب او زن چیکار کردن و کافتوکوی گویم که بین المللی داده است از جانب تاجیکستان و او زن در مسکو در مترو دستگیر میکنن و در تاجیکستان پیدا میشود او زن.
گویم که در مقامات قدرتی شهری جمهوری تاجیکستان در شهری دوشنبه و بعد از این یگان خبری نیست. خیلی که عبدالستار میگوید که بعد از همون مراجعتش و چیکار کردن بردن مثل شیزو کردن. این زن هم بعد که ناراضگیش بیان کرد با همون کشتار و با همون ظلمی که با مردم بدخشان شده بود، این زن هم چیکار کردن بردن امروز در کجا است نامعلوم است. از برای همین این ظلم نه اینکه بالای این نفرها امروز بالای همه هست و حتی که اون ظلمی که بالای مهاجران است از همون ظلمی که در زندان است با بیشتر است. برای چی؟ برای که در کشوری مثال گپ گویم که در کشور خودت نیست، بیرون از کشور خودت بالای تو مثال گپ ملت پرستان هجوم میکنن، ناتسیونالیستانه. بالای تو مثال گپ مقامات قدرتی از پلیس میگریزی با امان روبرو میشوی، از امان میگریزی با روسگواردیا روبرو میشوی. امروز با از روسگواردیا میگریزی روسکای افشینش برآمده است. لیکن این مردم یگان که حمایت نمیکنند. وقتی که منم دیروز خوندم توجه شدم که 26,000 مهاجر چیکار کردیم، پاتنتاشو بیکار کردیم. بعد من وارد شدم که گفتم اوکی 26,000 این یک یا 5 یا 10 نفر نه 26,000 میفهمی؟ گفتم خوب اگر که کار کردن برای این نفرها 28,000 برای پاتنت گرفتن چند قدر پول لازم است، یوکی همون نرخی همون پاتنت برای پاتنت کردن چند قدر چی مرحله ها را میگذارن و بعدی میبینم که مثالی گفت مد کمیسه میگذاشتن، استراخوفکا میکردن، اگزامینی روسی میکردن، با اون را همش ترجمه میکردن، با نستاروس زویریت میکردن، میرفتن ایزای دست پنجه میدادن. مثالی گفت کلا که میگه که از 15 تا 22,000 روبل هر یک نفر برای چی؟ باز برای پاتنت نو کردن اینقدر پول میدهد. اکنون اگر که 15,000 اگر حساب کنیم نگاه کن که 390 میلیون روبل روسی میشود. اگر که 15,000 اگر 26,000 15,000 تیاد 390 میلیون روبل روسی میشود. اگر که گویم که 22,000 داد 572 میلیون روبل روسی میشود. میفهمی؟ این غارت مهاجران است. و بعد از این پاتنت کردن باز مهاجران هر ماه میدهند. باز بعد پاتنت هم کردن در دستشون پاتنت هست، مهاجران چی؟ از جانب هر سگ رهگذر یا که هر سگ کوچگی دشنام، تحقیر، اذیت، این بی‌صاحبی وقتی که در داخل تاجیکستان مانند ذوق‌الدین، عبدالستار، دلیل، مثال الفت خانم محمد جانو و دیگر زنهای تاجیک ظلم می شود یا که مردهای تاجیک ظلم می شود، وقتی که بیرون از جمهوری همین گونه رفتار می شود. وقتی که ما در کشور خودمون قدر نداریم چگونه یک نفر ما را در بیرون قدر کند؟ مثال یک پیرمرد یا که یک نفر در خانهش آبرو ندارد، فرزنداش حرمت عزت نمیکند، کوچه میبراید یک فرزند یک انسان همسایه را نصیحت کند، همون کودک میگردد میگوید که رو اول فرزندات را نصیحت کن. میفهمی؟ وقتی که قدر ما در داخل دولت نداشته باشیم، بعدی که ما بیرون از دولت هم ما قدر نداریم، ما را هیچ کی حرمت نمیکند، نه مردی ما را حرمت میکند نه زن ما را حرمت میکند، زنهای ما را. از برای همین خیلی که تو ذکر کردی پیشتر، این نفرها مبارزه کردن رفتن پشت زندان، باید دیگرها از حق اینها دفاع کند، از حق این زن مثل نسیمه خان باید دفاع کند. او زن در مهاجرت بوده است، دفاع کرده است از همون کشتار مردم بدخشان، ظلم بالای مردم بدخشان. باید که نه اینکه این زن، باید که کلی مردم تاجیکستان از اونها دفاع میکرد همان روزها، لیکن نکرد. از برای همین باز یک چیزی که تو ذکر کرده گذاشتی، مسئله آب در گویم که در مرکز شهر دوشنبه رحمانوف همه جا میگردد، طلبندگی میکند که پول دید یخ آب شده ایستادن، امروز یا فردا ما رو آب میبرد.
نه در قشلاق، نه در داخل شهر، نه در کوهستان، در یگان جای تاجیکستان یک آب گویم که با آب دسترسی نیست. حالا اینکه این پریخا آب شده ایستاده باشد، باید که آبانبارها باید که از آب پر میشونن. سویت برای مردم بی محدودیت نمیشود و گویم که خیلی کفارت من گرفتن گرفت 24 ساعت میشد. لیکن ما میبینیم چی است؟ یک خواب پیری شده آب شده ایستاده است، لیکن در تاجیکستان آب نیست. یک خواب آب شده ایستاده است، در تاجیکستان سویت نیست. از برای همین باید که مردم تاجیکستان این حقیقت ها را، این چیزها را باید درک کند، باید بیند. بس از احمقی، بس از تاجیکستان هم برآمده یک جا یک کشور رفته، از گویم که از میلیسه تاجیکستان ترسیدن یا که از حکومت تاجیکستان ترسیدن. کلا که او وطن ما است، زمین ما است، بایگری از آن ما است، از آن این آیله نیست، از آن چینی ها نیست که بیاین کلی کانها، کلی همه چیزها را از آن خود کنن، بعد این گوین که $1 میلیون 2 میلیون ما تحفه کردیم برای تاجیکستان. هر دولت همین کار میکند. وقتی که کلی کانها بایگری ها را گیرد یک چیز میدهد. تو هم در خانه یک سگ نگاه داری به همون نان میدهی. اگر که تو نان ندی میرود خانه همسایت و در خانه همسایت چی میکند؟ زندگی میکند، یا که خانه همسایت بانی میکند، نه اینکه خانه ای تو را. امروز یک چیز برده ایستاده است، از برای همین میبخشد. در دنیا یگان کس یا که گویم که در سیاستی مثل دولت داری، یگان دولت به دیگر دولت بیکار یا که همچون توفه یگان چیز نمیدهد. بگویم که دولت یک ابرقدرت. البته که اگر که همین طور رفتن گیرد، فردا که باید قسمی تاجیکستان با میگیرد چین. ما مردم میشینیم، میریم بررسی کار میکنیم، پولها رو میفرستیم تاجیکستان، با همین زندگی ما تمام میشود، عمر ما تمام میشود. اگر مردیم در روسیه گور میکنند، یا که اگر خدا نصیب کرده باشد تاجیکستان میبرند همون 2 متر چی. همین است زندگی. امروز عصر 21 میگوییم، عصر تکنولوژی و دیگر چیز. امروز در تاجیکستان کو چیزهای عادی نیست. از برای همین باید که کل مردم تاجیکستان از حق و حقوقشان دفاع کنند. باز یک چیزی که است که حاضر نو تو به همین در همین برنامه مونده، اومدن مثال جپاروف، نه اما رئیس جمهوری قرقیزستان، بله، نگاه کن همین خیلی شده است که اومدن چی در کار بود. 20 سال و 30 سال اینقدر کشتارها، گویا که وای پیشواز میگیرد یا رحمانوف پیشواز میگیرد، گویا که اینقدر فرزند این ملت نمرد، گویا که هیچ چیز نشد. میفهمی؟ هیچ مشکلات زمینی هیچ وجود نداشت، هیچ قتل نشد. بله فهمید. یگان مشکلات گویا که وجود نداشت. مراد از همون ترپی سمالوت پیشواز میگیرن، میبیارن اینجا میبرن اونجا میبرن، خورسندی آش و پلاو و دیگر چیزها. همین چیز پیشتر میشد که حل کرده. نخواد که مردم ملت قربان کنی، بعد این گویی که ما با دوستیم. این یک نوبکاری است، این یک احمقی است، این بی‌مسئولیتی است نسبت مردم خود. از برای همین نه اینکه حاکمیت و کلی مردم تاجیکستان باید که اون مسئولیتی که به گردن گرفتن باید که اون مسئولیت اجرا کنند. بله. دولت از آن ما است، زمین از آن ما است، بایگری این دولت از آن ما است. رحمانوف خیلی که چند بار در برآمدهاش گفته است و خدمتگار ملت است، باید که خدمتگار خدمتش کند.
مال و ملک مردم ملت به مردم گرداند بدهد و کارمندان گویم که حفظ حقوق گویم که سود و پروکراتور و وزارت کارهای داخلی و وزارت امنیت و غیره همون نفرها کی هستند؟ از همین مردم هستند. باید که طرف مردم گیرن، به مردم کمک کنن، نه اینکه این ظالمان طرفدار ظالمان باشن. وقتی که این نفرها وقتی که این حکومت این عائله را حمایت میکند، بعد این چیکار میکنند؟ با دست خودمون رو میکشند. میفهمید؟ با دست خودمون رو میکشند. برای چی؟ برای که در همه منطقه ها کلا که فرزندهای گویم که دهقان و فرزندهای عادی این خلق در همین وزارت کارهای داخلی و امنیت و غیر جاها کار میکنند. از عائله نیست، فرزند رحمانوف نیست در وزارت کارهای داخلی رفته کار کند یا که امنیت یا دیگر جا کار کند. همین خش و تبار و همسایه و مثالی گپ، همشهر و مثالی گپ، همین نفرهایی که ما میشناسیم اونها کار میکنند در همون منطقه ها. بعد این همون نفرها بالای ما چیکار میکنند؟ ظلم میکنند. از برای همین بس از ظلم بالای این مردم نگاه کنید. همین یک بلاگر میگه که من در امریکا هست، میگه که من از کی؟ از پلیس تاجیکستان میترسم. میگه از الله میترسم، از پلیس. بله این حقیقت است. آخی اینقدر ظلم، اینقدر کشتار، اینقدر بیرحمی برای چی؟ برای 4 سوم. اگر که ممکن که اگر که گویم که زبانش پالکونیک باشد و مثالی گپ یا معیار باشد، پد پالکونیک باشد، ممکن 5000-8000 سومانی ممکن معاش گیرد. میفهمید؟ لیکن همون انسان ها همین گویم که ظلم و همون چیزها را انجام نمیدهند. همین نفرهایی که سرژانت است و لتینانت است و استارش لتینانت است و کاپیتان است و همون چیزهایی که زبانی های پس دارند، همین با کارهای چرکین آوره هستند. همون وظیفه را به 30-40-50 هزار سومانی خریدن، رفتن ایستادن همین کارهای حرام و همین کارهای ظلم و عذاب همونها نسبت مردم همونها روا میبینن. از برای همین من گفتنی هستم که بس است بالای مردم ظلم کردن در همه سمت. باید که این مردم از این ظلم، از این عذاب باید چی شود؟ آزاد شود. بارک الله فیک برادر عزیز. بله، همین مسئله اخیری که من بیان کردم، آیا 5 میلیارد پولی که در چند سال اخیر، یعنی تا اخیر سال 2000 تا اول سال 2025 سرمایه گذاری شدگی است از چین، 5 میلیارد این سومی کم نیست. بله. آیا چین در سیاست سرمایه گذاریش غرض نداره در تاجیکستان؟ نه، کلا که یک چیز است که بین دولت ها شرطنامه است. شرطنامه همون است که مانند که یک نفر عادی میرود به بانک میخواد که کردیت گیرد. کردیت میگه که من کردیت میگیرم. بعد بانک میگه که تو چی داری که فردا که اگر که همون پول کردیت برگردانده نتوانی، من همون چیز چیکار کنم؟ از تو بگیرم و فروشم. پول کلام باشد. اگر که گویم که پول کمتر باشد، میگه که یک شاهد بیار، اگر که تو نتوانست آن میدیم. فهمیدید؟ و بعد این پول میدهد، بالای پول پرسنت هست، نه منفعت بانک است. بله. همین گونه بین دولت ها هم شرطنامه است. دولت یک پول میدهد به دولت دیگر، یا که بانک های جهانی پول میدهد و منفعت خاص بانک جهانی هست. یا که بانک اروپایی، بانک روسیه، یا که بانک چین مثال، یا که بانک آسیا، همش منفعت های خاص خودشون رو دارن. پول میدهن و یک مهلت با پرسنت های مشخص. بله. و بعضی دولت ها همون پولی که قرض گرفتن نمیدهن و سالها چیکار میکنن؟ پرسنت پول میگردونن، همون قرض ایستاده میگیرد. حاکمیت تغییر مییابد، دیگر نفر پرزیدنت میشود، لیکن قرض مانده میگیرد، چیکار میکند؟ پرسنت دادن میگیرن. و پول چیکار کرد؟ اون حاکمیت هایی که قبلی بود، پیشتر بود، اونها بین خودشون تقسیم کردن، بین عوائلشون تقسیم کردن، خوردن.
و آینده فرزندان این ملت همون قرض ها را میکرد و چین هم همین گونه است. شرطنامه هایی هست که بین چین و تاجیکستان شدگی است، نامعلوم است. صدها شرطنامه ها هست که نامعلوم است. در مسئله های کانهای طلا، در مسئله های سنگ های قیمت بها، در مسئله های گویم که آهن و دیگر چیزها بین چین شرطنامه هست. لیکن ما همچون گویم که مردم تاجیکستان یا که صاحب ملک از این چیزها بیخبریم. بعد این چین چند میلیون بخشیده است، اما چند میلیون دلار بخشیده است، گویم که 2 میلیارد بخشیده است. چند قدر بخشیده است؟ برای چی بخشیده است؟ سبب بخشیدن چی بود؟ تاجیکستان از چی گذشت که چین این قدر پول رو بخشید؟ میفهمید؟ از برای همین منفعت های خودی دولت چین است. امروز در کانهای طلای تاجیکستان مثال گویم تقریبا 80% همون طلاهایی که از کانها برآورده می شود چین میبرد. 20% برای تاجیکستان میموند. تاجیکستان با خرسند است که ما 20% گرفتیم. با تاجیک ها در همین جا کار کرده ایستادن، در کانها میگوید کار نمیکنن. اجازت نمیتیان نمیمونن کار کرد. نه ممکن نه کل من میگم که کارخانه های چینی که همون بسیار بایگری های تاجیکستان هم میگیرد، حکومت طلا را مثال آوردن و کلا کارخانه ها میگوید که ما چی اینها میگد آمده کارخانه ساختن، همون گویم که ماشین های کار کردی مثال گپ همون بایگری ها را با خودشان آوردن، خودشان تعمیر میکنن و با ما انداز میدهند و از همون چیزی که ما کار کرده نمیتوانیم اونها کار کرده یک قسمش کم باشد هم به ما داده ایستادن و چندین مردم تاجیکستان تاجیک‌ها در این کارخانه کار کرده ایستادن. میگه فهمیدی؟ بایگری قسمی زیادش دزدیده رفته ایستادن. امروز مردم تاجیکستان چی است؟ با کسلی هایی که 30 سال قبل پیشتر نبود با همون چیز روبرو شدن. میفهمی؟ استما با گفتن رک خیلی در تاجیکستان زیاد شده است. میگه کسلی رک مثال با دیگه مثال دیگه کسل هایی که هست که یک روز خوندم نامهاش از یادم رفت. مثال چندین کسل ها هم با زوریاتی میگه که جوان های مثال دیگه بعد مکتب وقتی که ازدواج میکنن جوان ها خاندار میشوند، سالها میگذره صاحب فرزند نمیشوند. میگه از برای همین بسیار مشکلات ها هست. همون کارخانه ها به قشلاق ها به شهرها نزدیک است. آب هایی که مردم می نوشند است همش زهر آلود است. از این مسئله هیچ کس گپ نمیزند. اگر تو همین مسئله را در تاجیکستان برداری مطرح کنی میبرن چیکار میکنن؟ زندان میکنن. فهمی؟ میگوین که مثالی که دشمنی ملت میگوین یا که دشمنی دولت میگوین. از برای همین این چیزی که چند قدره که روسیه پول میدهد، چین پول میدهد یا دیگر کشورها پول میدهد، این قرض است. باید که یا که هم نقدی یا مالی باید که تاجیکستان برگرداند. از برای همین یگان چیز هم تو بخشیده نمیشود. بله. زنده و سلامت باشی برادر. خب انشاءالله. خب بارک الله فیک. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله. زنده باش. حتما ان شاء الله صحبت میکنیم. پروردگار یابون. خب انشاءالله. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله. دوستان گرامی هموطنان عزیز، همونطوری که شما میدونید ما لینک گذاشتیم و شما میتونید پیوست شید برنامه فکر نظر خودتون رو بگوین. ما در 3 موضوع صحبت کردیم و شروع از موضوع ترس هراسی که از ایومالی رحمانوف اولاد او و خانواده‌اش اینچنین از حکومتی وجود دارد و اساسهای او را گفتیم که به کجا میانده رسوند. در موضوع دیگه ما در مسئله
سرمایه گذاری چین صحبت کردیم که با تاجیکستان که زیاده از 5 میلیارد سرمایه گذاری کرده است که عبدالله هم در این نقطه کمی اشاره کردن. و سیون در مسئله روابط خارجی با قرقیزستان صحبت کردیم که امروز در تاجیکستان پرزیدنت قرقیزستان حضور داشت و سفر داشت، سفر کاری، و چند سند هم امضا رساندن و در این موضوع صحبت کردیم. و در موضوع آخر کمی کوتاه صحبت کردیم چون برادر عبدالله پیوست شدن و ما در این موضوع فرصت پیدا نکردیم زو صحبت کنیم. ولی به هر حال مسئله‌ای که با قرقیزستان است یک مسئله عمیقی است که بسیار درس عبرت بزرگ است برای ما، چون قرقیزها بیرقتر خریدن از ترکیه و یک مسجد ما را بنیانگذارانش و کسانی که در اونجا پناه برده بودن به مسجد مورد حمله قرار داده بودن و یک مسجد به خاک یکسان کرده شد. و این مسئله نابخشیدنی است و مسئله است که ما باید حتما تاکتیک خودمون دیگر میکردیم. حتما باید این پهپادهایی که از ایران در تاجیکستان شرکتش ساخته شد و عین حال اونها ساخته میشن به روسیه روان کرده میشن، این را باید ما کاملا ممنوع کنیم و اون پهپادها را بسازیم برای دفاع کردن سرزمین خودمون، برای آماده شدن به هر جنگی که ما بتوانیم استفاده کنیم. همونطور که ایران در جنگش با اسرائیل تنها مون و هیچ نفر او را کمک نکرد و استفاده کرد، زد و هر کاری نکرد، با تمام لوازمات خودش باقی مون. باید ما را مطمئن باشیم که فردا با هر کشوری که روبرو شدیم هیچ نفری در پشت ما باقی نمیموند و باید استفاده خودمون یعنی عین حال تئوریش رو ببینیم، چون فردا هیچ نفری با ما و شما نمی ایستد و وطن ما و شما رو آباد نمیکنه. دوستان عزیز و هموطنان عزیز، اگرچه من میخواستم 1 ساعت در پخش مستقیم بمانم ولی زیاده از 1 ساعت و 45 دقیقه میشود. در پخش مستقیم هستیم، طولانی دیگر وقت شما رو نمیگیرم چون دوستان من کاری داشتم و در جو سفر میکرد و علاوه بر این امروز مشکلات سلامتی هم داشتیم که شما دیدید که خیلی زیاد آب نوشیدیم که با مشکل به میان اومد. به همین خاطر برادران وقت فرصت شما را دیگر زیاد نمیگیرم و شما رو به خودم میسپارم و دعا میکنم که پروردگار همه ما را برای راست هدایت بکند و پروردگار ما را جرأت و جسارت بدهد که به وطن خود جسورانه بر بگردیم و این ظالم رو از بین ببریم. و از همه مهم برای ما اعتماد و باوری را در دلمون جاری نماید که ما در چهره یک دوست، در چهره یک برادر دشمنی نبینیم، خواهی نبینیم و این دوستی و برادری و اعتماد رو در دل یکدیگر جور کنیم که ملت با هم کشورش یعنی با مخالف و با هر کدامش بتونه همکاری کنه تا این ظالم رو از بین ببرد. و دعا میکنیم که تمام ملت تاجیکستان و مخصوصا کسایی که در داخل وطن هستند جسارت رو در دلشون جای کند که برایند با ما همکاری کنند که بتوانیم این حکومت رو در اون جایی که هست در اونجا قرار بدیم که اون وقت فرصتش لازم بیاد که انقلابش بکنیم و از بین ببریم. دیگر شما رو به خدا میسپارم. پروردگار به همه شما سلامتی، امنیت و آبرو و شأن شرف را عنایت فرماید و ارزانی بدارد. شما رو به خدا میسپارم. پروردگار عالم همه شما و ملت تاجیکستان را در امان خودش حفظ منوید. پروردگار همه شما را نگهبان باشد.